قاضی من دیگه خسته شدم، دیگه به اینجام رسیده، من طلاق میخوام. اجازه بدین آقای قاضی، جسارتاً این خانم دارن مغلطه میکنن. احسنت. من اجازه دارم چند لحظه اوقات حریف جناب علی رو بگیرم؟ حریف؟ اوقات احسن، من زیاد نمیخوام وقت دادگاه بگیرم. این خانم سعی دارن که با سفسطه باعث تشویش الفاظ عفونی بشن. تشویش اذهان عمومی جناب، بفرمایید. احسنت آقای قاضی، خجالت آوره زدن این حرفا توی این مکان، جراحت داره. جراحت؟ حالا شما هم درست میفرمایید آقای قاضی. آقای قاضی ایشون اصلا سواد خوندن نوشتن نداره. بنده لیسانس آیتی دارم آقای قاضی. میتونین آیتی رو برامون توضیح بدین؟ یعنی بنده توی قهوه تا یارو گفت آی من چای رو براش میارم. توضیحات کاملش در زمان محدود دادگاه نمی جنگه که بنده نمی گنجه. احسنت. دروغ میگه این شیاد. خانم محترم، بنده و شما در حضور آقای قاضی مثل دو تا آدمه عالق و باقل داریم صحبت می‌کنیم، پس احترامتون نگه دار. آقای قاضی بنده شکایت دارم. شکایت اراده جنسیت. آقای عزیز احاده حیثیته. شما استدلال من بفرمایید. عذرخواهی میکنم. احاده حیثیت هر چی شما میگین. تو رو خدا حرف زدنشو نگاه کن. من از شما عذرخواهی میکنم، ایشون کم داره. بله که کم دارم آقای قاضی. اون لحظه ای که عاقد خون زبچ تو که نفسی، من خاک که دگدمش سر به دستی. من کم داشتم ولی برای تو کم نذاشتم، زیادم گذاشتم. چرا؟ عاشق و دلتاخته این خانوم بودم آقای قاضی. دلباخته. احسن، حالا هرچی علا اهل حال علا ای حال جناب. علا ای حلقات. من این خانوم رو دوست دارم آقای قاضی و نمیتونم به هیچ عنوان طلاقش بدم. این خانم الان متوجه نیست انقضای سنشه و سواد و زیبایی بنده هم مویزه بر بله؟ یزید در عزلت. آقا داداش عمو جان، مزید بر علت. قاضی از شما بعیده برادر من، حزم فیس کن، یه شسب کیس کن، شما یه عصب خیس کن. حالا هر کار میکنی بکن آقای قاضی، من زندگیم داره از هم میباشه. شما اینجا به من ادبیات یاد میدی؟ این خانم حالیش نیست. 4 روز دیگه تو این جامعه اسم زن مطلبه بیاد رو این خانم. مطلقه درسته عزیزم، مطلبه است آقای قاضی، کسی که دیگه طالبی نداره. من یه 2 بیت شعر تقدیم محضر حضور دادگاه کنم که میگه آقا بره طالب باگو. آقای قاضی من همه مهریه‌مو میبخشم، فقط تو ولم کن. میبخشی؟ بله میبخشم، فقط این آقا دست از سر من بردار. آقای قاضی شما دقت کنید این خانم چی فرمایش میکنن دیگه. آدم منطقی ام، من هر چقدرم عاشق این خانم باشم نمیخواد دیگه. ما کجا رو باید امضا کنیم فقط که سایه عالی مستراب. یو آزاد شدم، خوشحالم ننه دیگه، زنه بهم زنگ نمیزنه. آزاد شدم بعد یا خره، برنامه بچین بره تشتره. آزاد شدم بیا بغلم، اگه جدا نمیشدیم زنه میکرد کچلم. آزاد شدم از دست زنم، دادا سرویس شده بود دیگه دهنم. برنده این دادگاه منم، خواست بومریه گل من در بدرم. یه جوری پیچوندم این زنه رو، الان کل محل باید برام دست بزنن.